بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان بیا و از فضایی ما غم را ببر، با قدومت فیض بیار و دیده اینم را ببر. با قدومت فیض بیار و دیده اینم را ببر. با حضوری مقدمت غمخانه را روشن بکن. با حضوری مقدمت غمخانه را روشن بکن. فیض خود بین ما به ما و بای عالم را ببر. آمین. فیض خود بین ما به ما و بای عالم را ببر. گرچه عصیان و خطا راه و رویشی عالم است، تحدید و وهمی و با سوی جانم را ببر. ما اگر چی جز خطا راهی دیگر نرفتیم، بینگر به سوی ما تلخی کامم را ببر. همه دیگه در خانه های خودش نشسته است، ترس از این داره که مادرش در فلان جاست، پدرش در فلان جاست، فرزندکای جگر گوشش در البته که در وطنن. دعا کنیم که خداوند هر یکی ما و شما را از این مصیبت نگهبان باشه و الله با قدوم این ماه مبارک این وبا را از سر ما مسلمانان دور بگردانه. جسمی به جانی غریبان را غریبی خاک کرد. جسمی به جانی غریبان را غریبی خاک کرد. سوی خاکی ملتم نام و نشانم را ببر. اینجا منظور از همین جسمی به جانی غریبان را غریبی خاک کرد، یعنی که امروز جوانهایی که در این مصیبتی سخت از دنیا میگذرن، خدایا با همین قدر غریبی و ناتوانی باز در همین غریبی دفن میشوند. پروردگارا جسد این مردم مهاجر سوی خاک ملتم نام و نشانم را ببر. پروردگارا این برادرایی که امروز جان خود را به تو تسلیم میکنن، دعا میکنیم که اگرچه جانشان برآمد، خدایا رحمت و مغفرتشان بگردان و سیرابشان کن از حوض کوثر یا الله. ولی پروردگارا جسد ایشان را با وطن ببر، این وبا را از ما دور بگردان. انتظاری روی ماست مادری زار با آبی چشم. انتظاری روی ماست مادری زار با آبی چشم. به حقی نامی پدر گرمی نارم را ببر. طفلکان با چشمی چار با یادی دیداری پدر. طفلکان با چشمی چار با یادی دیداری پدر. با زشت و ناامیدی مشامم را ببر. پروردگارا فرزندکای طفلکان، پروردگارا و طفلکایی که در وطن هستند، دو چشم به سوی پدران است که پدران در ملک غریب هستند.
پروردگارا هر گونه گمان و هر گونه بلا را، هر گونه رنج خدایا از سر ما مسلمان ها برطرف کن. خدایا رحم برای بندگانت بکن. اگرچه بندگانت از خطاکاری و رسیاهی ترک فرمانی تو کردن، یا الله دانستن که بجز تو پروردگار وجود نداره، همه بیچاره و درمانده است. خدایا رحم به او طفلکان، رحم به این بندگای عاصی گناهگارت بکن. جز خور و خوابی حیات کاری دیگر نکرده ایم. پروردگارا بجز خور و خواب روی، بجز لذت، بجز عصیان دیگر کاری دیگر ما نکردیم. بندگی تو را اجرا نکردیم، از فرمان تو سرپیچی کردیم، به خاطر پول و مال دنیا حتی برخلاف گفته تو عمل کردیم. یا الله امروز قدرتی تو را میبینیم که چقدر قدرتی والای داری. از درختی زندگی میوه خامم را ببر. ای خداوندی کریم و مهربان و لا یزال به حق قرآن خود و بای عالم را ببر. پروردگارا هر ماه مبارک رمضانت صدای بلبلای زیبای تو میبرامد، ولی این رمضان یا الله چی چیز به گوش ملائکه های تو میرسد. صدای آهوای پدر و مادر در غم فرزندان، یا صدای فرزندان برای فراق پدر و مادر، یا برای جدایی از فرزندان. پروردگارا خودت فرموده ای که اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. پروردگارا وعده تو حق است، این وعد الله حق. وعده تو پروردگارا یقینا حق است که هر درمانده در تاریکی ها پروردگار اگر یقینا تو را صدا بکنه، تو دعای او را میشنوی و او را از تاریکی ها به سوی روشنایی ها میاری. پروردگارا مسجدهای زیبا را پروردگار مهربان با مسلمانان حقیقی و اخلاص و با خلاص پروردگار مهربان در داخل مساجدها بگردان. پروردگارا مساجدهای ما را پر از جوانان، پر از پروردگار مهربان بندگان خالص خودت بگردان. پروردگارا با آمد ماه مبارک رمضان این وبا را از وطن عزیزمان الخصوص از تمام دولت‌های روی دنیا خدا را برداشته بکن. خدایا کسانی که یا الله کسانی که ترک فرمان تو کردن، خدایا شاید این وبا را تو برای سبب هدایت او آفریده باشی. خدایا این وبا را از سر ما دور کن. خدایا بی توفیقان توفیق، بی فرزندان فرزند، محبوسایی که پروردگار مهربان به یک روز روی بی عقلی خدایا مرتکب به گناه شدن، خدایا با آمد ماه مبارک رمضان ایشان از زندان آزاد کرده باشی. پروردگار مهربان بین ما مسلمانان تفریقه و بغض و عداوت دور کرده باشی. بین ما مسلمانان یا الله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. یا الله ما را در تحت ای آیه مبارکه استوار بگردانی. پروردگار مهربان به ما عمر درازی، پر طاعت و پر برکت نصیب و روزی گردانده باشی. مسلمان بودن، مسلمان مردن، مسلمان حشر شدن یا الله نصیب و روزی گردانی به هر یک ما مسلمانان. پروردگارا برادرمان انا
محمد اقبال رشتی را خدایا که اینقدر شعر پرمضمون نوشته کرده است برای تمامی ملت مسلمان، خدایا ای برادر عزیزمان را قلمش را برای خدمت دین خودت استوار بگردانی. پروردگار مهربان قلب و زبانش را همیشه با یاد خودت منور و شیرین تر بگردانی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. البته برادران عزیز، این وبایی که امروز آمده است، شاید شخصیت هایی که از فرمان خدا دور بودن و فرمان خدا را اجرا نمی کردن، الله این چیز آورد برای تمام دولت های روی دنیا را که ای مردم بیدار بشین، ای مردم نشانه های قیامت است، ای مردم قیامت نزدیک آمده است، ای مردم قتل و غارتگری و بغض و عداوت از بینتان ببری، ای مردم سیله رحمه قطع نکنین، ای مردم عدالت بیارین، ای مردم حرام خرین نکنین، ای مردم به مسکینان و بیچارگان و درماندگان ظلم نکنین که الله ظلم حرام کرده است. اگر که امروز از فرمان الله سرپیچی کردی، من پروردگار آسمان ها و زمین هستم که یک بلای را در سرت می بیارم، اگر چه ابر قدرتترین دولت های روی دنیا هم که باشی، من ترا مزل، من ترا خار و پست و ذلیلت میکنم، من ترا در عذاب دردهنده میارم. پروردگارا ما به قدرتی تو ایمان داریم. یا الله خودت فرموده ای که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پروردگارا هر چیز اگر تو بخواهی فقط امر میکنه که بشه، هر چیزی که باشه. خدایا ما از عذاب تو میترسیم. پروردگارا مسلمان بودن ما را مستحکم و استوار بگردان. خدایا بازم دعا کنیم که وطن ما را، ملت ما را پروردگارا از این مصیبتی که امروز آمده است یا الله در پناه اسمت خودت نگهبان باش. خدایا بازم دعا کنیم که هر یک ما و شما را از این مصیبت ها نگهبان باشد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك